سلام دوستان عزیز، امید که در هر کجای هستین جور و صحتمند سر حال باشین. باز هم من مرتضی صمیمی از طریق چینل افغانلند در خدمت شما هستم. این بار با یک خبر خوش، خبر فوری. این خبر خوشی است که دوستان عزیز، کسایی که در ایران بودن، کسایی که در پاکستان بودن، ماها بودن که منتظر شروع مجدد پروسه ویزه بشردوستانه برزیل بودن. روند خیلی وقت بود که از سوی کشور برزیل با تعویق افتاده بود و خوشبختانه که در چند روز اخیر دولت برزیل دوباره اعلام کرد که پروسه پذیرش مهاجرین را از کشورهای ایران و پاکستان در اسلام آباد و تهران دوباره سر گرفته، اما متفاوت از دفعه قبل. قبلا که بود تنها نیاز بود که به سایت میرفتی، ثبت نام میکردی، معلومات درج میکردی و بعد یک فرم براتون میداد که فرم دوباره خانه‌پوری میکردین و دمو ایمیلی که در سایت نشر شده بود دوباره به سفارتایی که در پاکستان بودن یا در تهران اونجا دوباره ارسال میکردین. اما این روند فعلا که جدید آغاز شده که متفاوت است و البته متفاوتش ای است که بعضی شرایط‌های خاص وضع شده و اینجا چند شرایط خاص اضافه شده که ما در این ویدیو میخوایم که براتون معلومات بدیم. خب گفتن که در سایت برزیل آمده ویزه بشردوستانه، این ویزهش مدتش 6 ماه می باشه که 180 روز می باشه و امکان تمدیدش هم هست برای 2 سال. که زمانی کسی که را دریافت میکنه پس از 2 سال دوباره میتونه این ویزه برزیل پس از دریافتش را تمدید بکنه. البته کسی که در افغانستان است نمیتونه درخواست داده، باید از کشور بیرون باشه. و شرایط دومیش هست که کسایی میتونه که در برزیل فعلا درخواست بده یک نهاد برزیلی را اونجا در ارتباط باشه و بشناسه. نهاد برزیلی برشان دعوتنامه روان بکنه و دعوتنامه دوباره به سفارت فرستاده میشه. سفارت برزیل در تهران و اسلام آباد پس از بررسی کردن و معلومات درباره شخص که آیا واقعا اونجا میزبان داره برش دعوتنامه روان کرده یا خیر، بعد از او برشان وقت ملاقات تعیین میکنه و تصمیم میگیره که به این شخص ویزا بده یا خیر. و اول خب میری پالچی اما فرم پر میکنه، اسنادایی که نیاز است، پاسپورت است و فرم خانه پوری شده ویزا که مثل دفعه قبلا فرم بود و حالا همون فرم است. و دیگه شرایطش است که باید فرم تیکت سفر و مکان بودباش اونجا داشته باشید. تیکت سفر هم قبلا هم بدوش خود متقاضی بود و فعلا هم بدوش خود متقاضی است. و چیز نکته قابل توجهی که در این روند جدید برزیل است، فرم عدم مسئولیت یا عدم سابقه جرمی یک شخص متقاضی باید یک فرم براتون میده در سایت و فرم خانه‌پوری بکنید و عدم مسئولیت باشه و این در فرم امضا میکنین و تاریخ میزنین و یک صفحه است. این موضوعات در اونجا میگین که شما کدام سابقه جرمی ندارید و کشور برزیل که این موضوعات تایید کرد بعد باز تصمیمی صدور ویزا را براتون میگیره. و دیگه شرایط دیگه درخواست برای ویزه بشردوستانه برزیلی است که باید شما ویزه معتبر همون کشورهایی که هستین مثل پاکستان و ایران ویزای معتبر اینا رو داشته باشین. مثلا ویزایتون نباید 1 ماه 45 روز باشه، حداقلش باید 3 ماه یا باشه و امکان تمدیدش هم باشه که ممکنی طول بکشه. روند صدور ویزه برزیل براتون تا 6 ماه تا 1 سال و 3 ماه خوبی نامشخص است. کسایی که در درخواست میده و باید سندهای معتبر داشته باشه. البته این تانوز فقط در حد اعلامیه اعلام شده و هنوز تاریخش هم مشخص شده که در تاریخ 2 اکتبر سال 2023 یعنی همین ماه فعلا سپتامبر است
این روند آغاز میشه و متقاضیان میتونه که درخواست بده. این بود معلومات مختصر در مورد روند پذیرش مهاجرین افغان از سوی کشور برازیل که تقدیمتان کردیم. امید است که براتون مفید واقع شده باشه. اگر خوشتان آمده لطفا چینل ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین و با دوستانتان هم شریک بسازین، کسانی که معلومات میخواستن. و اگر کدام معلومات اپدیت جدید به دسترس ما قرار گرفت حتما اورم در برنامه‌های بعدی خدمتتان تقدیم میکنیم. تا برنامه بعدو که باز هم ما خدمتتان حاضر میشم. شما رو به خداوند یکتا و یگانه میسپارم.